6 آگوست بود. از سر کار برگشتم خونه و میخواستم آخر هفته رو فقط بگیرم بخوابم. تا رسیدم خونه سری دوش گرفتم و رفتم تو تختم و بلافاصله هم خوابم برد. تقریبا 7 شب بود. وقتی چشامو باز کردم ساعت 2 شده بود. مونده بودم چرا اینقدر زود بیدار شدم؟ چون معمولا وقتی آخر هفته میخوابم هیچ کس نمیتونه بیدارم کنه. به هر حال گفتم حالا که بیدار شدم برم یه آبی بخورم و بنابراین از تخت پا شدم و رفتم تو آشپزخونه و دوباره برگشتم توی تختم که بگیرم بخوابم. همون موقع حس کردم که یه چیز پشمالو داره پشتم و لمس میکنه. نه بابا نمیشه که. من معمولاً به پهلو میخوابیدم. به خاطر اون حس عجیب چشام یکم باز شد، اما گفتم لابد توهمه و گرفتم خوابیدم. هرچند که اون توهم نبود. قشنگ میفهمیدم که یه نفر داره پشتم و لمس میکنه. انگار یه چیز زمخت و چسبناک بود. توی دلم خالی شد و آروم به عقب نگاه کردم. یه مرد پشت سرم دراز کشیده بود. داشتم شرش و عرق میریختم، عرق سرد. توی عمرم یه همچین چیز وحشتناکی رو ندیده بودم. کل موهای سرش سفید بود. پوستی روی صورتش نداشت و دماغشم له شده بود. همینطوری به هم زل زده بود، فقط به هم نگاه میکرد. و من با فریاد از خواب بیدار شدم و فهمیدم که خواب دیده بودم. به خاطر تعریق زیاد تشنم شده بود و دوباره رفتم توی آشپزخونه که یکم آب بخورم. دراز کشیدم و فکر کردم کابوسم تموم شده، اما نشده بود. این اتفاق دوباره دیگه هم تکرار شد. توی اولی دوباره با ترس از خواب پریدم، ولی خواب دومی متفاوت بود. یه جورایی شجاع شده بودم و با طرف حرف زدم. گفتم چرا این کارو میکنی؟ بعد پا شد و به جای جواب دادن ازم خواست که دنبالش برم. گفتم اگر بیام دنبالت دیگه نمیای داخل خواب من؟ سرش رو تکون داد و رفت به سمت آشپزخونه. خلاصه منم رفتم دنبالش و دیدم با انگشت به سمت یخچال داره اشاره میکنه و وقتی یخچال رو باز کردم به یه بطری شیشه اشاره کرد. میدونم تشنه هستی، آب بخور. فقط یه رویا بود، ولی از ترس جرأت نگفتن نداشتم و کل بطری رو سر کشیدم. بعد از آب خوردن ازم خواست که راهیش کنم و گفت که دیگه نمیاد توی خوابم. با بیمیلی راهیش کردم و در جلو رو باز کردم. با اینکه خونم آپارتمانی بود ولی توی خوابم هیچ پله و آسانسوری نداشتم و مستقیم رفتیم توی حیاط. و عجیب بود چون وقتی داشتیم روی زمین صاف راه میرفتیم که مرد رو راهی کنم کل بدنم شروع به عرق کرد. بالاخره به دروازه جلویی رسیدیم و خواستم که یه قدم دیگه بردارم اما نتونستم. با اینکه هیچی جلوم نبود اما انگار چیزی رو همو سد کرده بود. اون همینجوری به من اشاره میکرد ولی من دیگه نمیتونستم جلوتر برم. همون موقع بارون رو روی صورتم حس کردم و بیدار شدم. تا چشمو باز کردم پاهام ناگهان تیر کشیدن. تا لحظه که به خودم اومدم به شدت شوکه شدم. من روی پشت بوم بودم و مدام داشتم با پاهام به دیواره پشت بوم که درست روبرویم بود ضربه میزدم که برم جلوتر. قطرات بارون قبل از اینکه خودمو پرت کنم منو بیدار کردن و زندگیمو نجات دادن. در پشت بومم که همیشه قفل بود به دلایل نامعلومی باز بودن. از شدت ترس بدون اینکه حتی به آسانسور فکر کنم از پله ها فرار کردم و وقتی رسیدم خونه از نفس افتاده بودم و دوباره یخچالو باز کردم و آب خوردم. ناگهان یاد یه بطری آبی افتادم که مجبورم کرد بخورم. بعد چک کردم ببینم چی بوده و در کمال تعجب ویسکی بود که معمولاً وقتی خوابم نمی برد می خوردم. بطریشم تا دیروز کاملاً پر بود ولی دیگه یه قطره هم ازش باقی نمونده بود. آره من نمیتونستم بیدار شم چون مجبورم کرد که اون ویسکی رو بخورم و دلیل این که موقع راهی کردنش به سختی راه میرفتم این بود که داشتم از پله ها به سمت پشت بوم میرفتم. اگه دیوارچه پشت بوم نبود قطعاً خودمو کشته بودم و با دنیا خداحافظی میکردم. میدونستم افرادی هستن که همچین چیزی رو تجربه میکنن ولی وقتی خودم شخصاً تجربهش کردم واقعاً به وحشت افتادم. یه شب تو راه خونه گشنم شده بود و اون دور و بر یه رستوران پیدا کردم. اسم رستوران رو دقیق یادم نمیاد. یه اسم عجیب و غریبی بود که انگار یه پیرمردی اشتباهی تلفظش کرده.
یه چیزی تو این مایه. رفتم داخل. یه میز اونجا بود با پارچه سبز نمدی زیر شیشش. تصویر عجیبه یه ببر سوزاندازی شده و آکواریومی که پوشیده از لجن بود. هیچ کس داخل رستوران نبود. بوی لعنتی ساندویچ به دماغم میخورد و داخلم با نور کمی روشن شده بود. جای عجیبی به نظر میومد، اما نگاهم به یه نفر افتاد که احتمال دادم صاحب رستوران باشه. واسه همین نشستم. اومد پیشم و منو رو بهم داد. وقتی منو رو باز کردم دیدم همه عکس‌ها محو و تار افتادن، انگار که با یه دوربین قدیمی گرفته شده باشن. هرچی بیشتر به عکس‌ها نگاه می‌کردم اشتهام کورتر و کورتر می‌شد. اما سعی کردم که خودم رو راضی کنم. منو پر از غذاهای فرانسوی بود، مثل فویگرا. هرچند اسم غذاها خیلی غلط املایی داشتن، انگار که یه آدم کم سواد و بدخط اونا رو نوشته باشه. خلاصه منوی داغونی بود. خب میدونستم که جای خوبی نیومدم. گفتم بهتر غذامو بخورم و زود از اینجا برم. دستمو بردم بالا تا سفارش بدم، ولی اون فقط به من خیره شده بود. چند ثانیه بعد دوباره اومد پیشم، اما تون صحبتش یه جورایی غیر عادی شده بود. چی میل دارید آقا؟ با صدای زیر و عجیبی سفارشمو گرفت و رفت داخل. اما تا 10 دقیقه هیچ صدای پخت غذایی شنیده نمیشد. سکوت اونجا کمی منو ترسونده بود. ناگهان حس کردم یکی داره به هم نگاه میکنه. برگشتم و دیدم صاحب اونجاست که فکر کرده بودم رفته غذا رو درست بکنه. روی صندلی نشسته بود و داشت به من زل میزد. با نگاهی متعجب ازش پرسیدم که کسی اونجا هست که آشپزی کنه؟ حتما یکی داره غذا رو گرم میکنه دیگه. ولی اون بدون هیچ حرفی فقط با لبخند به من زل زده بود. چند دقیقه گذشت. از نگاه خیرش خسته شدم و دیگه صبرم تمام شد. پا شدم و از اونجا رفتم بیرون. در واقع رفتنم از اونجا به خاطر آماده نشدن سفارشم نبود، بلکه به دلایلی حس خوبی نداشتم. برای احتیاط که یه وقت با اون لبخندش دنبال سرم نیاد، سریع درو بستم و با تمام سرعت از اونجا فرار کردم. میدونم اون قدم ترسناک نبود، ولی ناراحت ترین مکانی بود که توی عمر خودم رفته بودم. جو اون رستوران، صاحبش و کلاً همه چیز خیلی غیر عادی بود.